اگر نظر خدا ازت بر بگرده تو دانشگاه مدینه هم بخونید. من نمیخوام مثال بزنم چون منم میترسم. یه درسی مادر بزرگم به من داد و مادرم خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما همه. من تنها پسر خانواده بودم. شب که میشد دیگه مادر بزرگم بود و مادرم و کوچکتر از هم بودم، همه دیگه رفته بودن خانه خودشون. قبل از اینکه مدینه برم چراغا رو که خاموش میکردیم تو اتاق، من وسط مادر بزرگم و مادرم میخوابیدن. تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدایا نظر تو بر نگردد. من نمیفهمیدم، بچه بودم، این چیه؟ خدایا نظر تو بر نگردد. کار هر شبشون بود. مادر بزرگ شما و مادرای شما و پدرای شما همینو میگن. بعد که رفتم مدینه توفیقی حاصل شد، درس خوندیم. الان فهمیدم که نظر تو بر نگردد یعنی چی. خیلی ها عالم شدن، نظر خدا ازشون برگشت. خیلی ها تاجر و توانمند شدن، نظر خدا ازشون برگشت. ما فکر میکنیم نظر خدا از فقیر و جاهل برگشته. کسانی هستن که مکتب نرفتن، شب که میشه قرآن بلد نیست، روخانی قرآن بلد نیست، حروف نمیشناسه، شب یک جز قرآن ورق میزنه، دست رو خط قرآن میکشه، نگاه میکنه، اشکش جاری میشه، میخوابه. وقتی میمیره شهاده با وضو میمیره، رو به قبله، شهاده هم به زبانش میاد. اما خیلی ها عالم شدن، مدینه رفتن، دانشگاه اسلامی رفتن، موقعیت پیدا کردن، بعد ذلیل شدن، بعد نظر خدا ازشون برگشت، بعد با پست و مقام خودشونو فروختن، بعد دچار وسواس شدن، بعد لحظش پیدا کردن. یه دستگیری داشته باشید، خدایا نظر تو بر نگردد. اگه بر بگرده من از روی صندلی میافتم. منظورم این صندلی نیست. آدم از روی صندلی بیفته، پاش خورد بشه صندلی، دوباره میتونه. صندلی مؤمنین تو دلهای مؤمنینه. محبت مؤمنین تو دل علماست و محبت علمای واقعی تو دل مردمه و مؤمنینه. و صحابه به نمایش گذاشتن محبت را، صفا و صمیمیت را، دوستی را، اخوت را، برادری را.